فروش برق از مرز 700 میلیارد تومان گذشت. در جریان معاملات بازار بورس انرژی ایران در مجموع بیش از 373 میلیون و 113 هزار کیلووات ساعت برق داد و ستد شد. ارزش این معاملات به بیش از 734 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید. در تابلوی فیزیکی برق آزاد، نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس 248.5 میلیون کیلووات ساعت برق را به ارزش 430 میلیارد تومان به فروش رساندند. از این میزان 7 میلیون کیلووات ساعت برق مربوط به معاملات نسیه در تابلوی مشتقه بود که ارزش آن حدود 48 میلیارد و 900 میلیون تومان گزارش شده است. دیروز در تابلوهای نقد و نسیه برق سبز 32.3 میلیون کیلووات ساعت برق با ارزش 240 میلیارد تومان معامله شد. همچنین نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس 85 میلیون کیلووات ساعت برق را به شکل پیش فروش در تابلوی مشتقه عرضه کردند. ارزش این معاملات 15 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام شده است.